افسانه جوار یک از افسانه‌های خلق تاجیک. بوده است نبوده است، یک جوار یک بوده است. وی در درون یک خلطچه همراهی جواریک‌های دیگر بهار را منتظر شده می نشسته است. بهار می شود، مرا به زمین می کارند، می سبزم، کلان می شوم، برگ می برارم، دانه می بندم، دانه ام شیره می گردد، دنبول می شود، می پزد، عالم از اولادم پر می شود. آرزو می کرده است جواریک. همه مرا مادری ما، سر اولادی ما گفته عزت و احترام می کنند و دوست می دارند. اما روزی او را همراه شریکانش از خلطه برآوردند و بریان کردنی شده و دیگ تفسان انداخته کافتن گرفتند. دیگ خیلی تفسیده جواریکا سوپ سرخ شده به کفیدن سر کردند. همون جواریک در حال سرخی فکر کرده است که اگر باز اندکی دیگر در دیگ ماند بریان می شود. او فکری از این بلا خلاص شدن را کرده است. وی با همین فکر هوپی از دیگ پریده است و تپی به لب آتشدان افتاده است. بعد جواریک جانم خلاص شد گفته است که یک الوک از درون آتشدان او را دیده پرسیده است: های جواریک، کجا می روی؟ کجا می روم می گویی؟ گفته است جواریک: من خودم را از مرگ خلاص کردم. اکنون به صحرای وسیع، به جایهای خوش آب و هوای سیر آب رفتنیم. مرا همراهت نمی گیری؟ التماس کرده است الوک. اگر من در اینجا باز یک دم دیگر مانم سوخته خاکستر می شوم. میلش بیا، گفته است جواریک. الوک خرسند شده از آتشدان برآمده است و هر دویشان غیلان غیلان رفتن گرفتند. جواریک و الوک رفته ایستاده بودند که یک خسک آنها را دیده پرسیده است: ها جواریک و الوک، دست به دست داده به کجا رفته ایستاده اید؟ ما را میپرسید، گفته است الوک. ما نابود شده ایستاده بودیم، گریخته جانمان را خلاص کردیم. اکنون به یگان جای آرام رفته زندگی کرده میگردیم. جواریک سر جنبانیده گپی الوک را تصدیق کرده است. ای جوره عزیز، مرا هم همراه گیرید، زاری کرده است خسک. نباشد مرا هم پیشرو بجورب کرده و درون اخلاد می پرتایند و یا پیش در گیران کرده و آتش تفسان هوا می دهند و من نیست شده می روم. خوب، همراهی ما آمدن گیر، تکلیف کردن جواریک و الوک. بعد جواریک و الوک غیلان غیلان، خسک پران و لرزان، هر سه شادی کنان و گپ زنان به راه در آمدند. چند وقت راه گشته به لب جویی رسیدند. آب جویچه شلدیر شلدیر کنان در زیر نورهای آفتاب جهانتاب می درخشید. از این جویچه چه خیل می گذریم؟ حیران شده است خسک. بیایید لب جوی رفتن می گیریم. در یگان جا کپروک بودگیست، از کپروک می گذریم، تکلیف کرده است الوک. نه، گفته است جواریک، کپروک کافتنمان فایده ندارد، علاج گذشتن هست. تو خسک کپروک شو، من و الوک از بالای تو می گذریم و بعد تو رو به آن طرف کشیده می گیریم. خسک خوب گفته کپروک شده است. جواریک در وکک از بالای او به آن طرف جویچه گذشته است. الوک باشد در لب جویچه ایستاده فکر کرده است و نگذشته است. ها الوک،
ترسیدی چی؟ طعنه زد است جوارک. تو ترسانچک بوده ایو؟ من ندانسته تو را به خود شریک کردم. این گپی جوارک به علوک سخت رسید. وی سرخ شده نه جوارک، من ترسانچک نیستم گفته است و به بالای خسک برآمده است. چند قدم مانده است که خسک کوپرک لپ لپ کنان در گرفته است. هر دو به درون آب افتادند. همان زمان علوک بیچاره خاموش شده پاره های خسک را آب گرفته برده است. جوارک این حادثه را دیده اول ترسان و نالان، بعد گریان و حیران شده اوه منی نادان، درستکک فکر نکردم، طعنه زده جوریکانم را نابود کردم. گویان افسوسی بسیار خورده است. پس از این دل جوارک جای دیگر را نخواسته در همان لب جای و قبض زمین بدرآید. همان وقت تابستان بوده است. تابستان گذشته تیر ماه آمد. آب جوی یخ کرده زمستان هم گذشته است. بعد هوا گرم شده بهار آمده است. در لب جوی سبزه دمیده، گلهای زرد و سرخ رویده، ریحان و زنجبیل برآمده است. در میان آنها از همان جایی که جوارک در آمده رفته بود یک بیخ جواری مکه نیش زده است. جواری مکه روز از روز کلان شده، سه بغم بسته قد کشیده است. بعد جواری مکه دان گرفته دانه هایش پخته رسیدند. دانه های جواری یکی از دیگ گریخته دائما علوک و خسک را یاد می کردند. با گذشت سالها گرد و اطراف جوی جواری مکه زار شد، ولی دانه های جواری علوک و خسک را فراموش نکردند. افسانه به آخر رسید.